در کجای میری آوش میچشی شورای در وطنای خود ما کجای ده آوش میچشی با مزه و شیرین و حال نصیب باشه آوی تربوزه کمیریم آوی داریم که با میسی آوی تربوزه. دوستان عزیز من خودم نشید کامera را خودم گرفتم. اوه کافتر بالا برومدن. اوه این درون بی بسم الله الرحمن الرحیم. اینا دوستان عزیز چقدر که بابای غلام گفتن این ملک سیاحان بیاین تماشا کنن. اینا سلام دوستان عزیز برادرای قدردان، روز همت بخیر و شادی باشد. البته چقدر که میدونید که ما هر روز سفر داریم. امروز سفر ما یک جایی میریم که ما باوری داریم یگان تا شما دیدگی نیستیم. جایی میریم کفترخانه نام داره. بعد جایی هست که سیمسیم اتکرایس میگن کو سیمسیم داره. من یه پاس کردم گفتم هم سیمسیم کدومی سیمسیم ای سیمسیم ایروی کینو گرفتن که کینو ایروی شما گرفته یا مقصد میگه این سیمسیم ای دور قدیم ای بابامون مونده ای سیمسیم. یا جای میریم با ما بخدم همه یک آدم میره حاضر زنگ زدم که میبرویا تاریخ همونجا رو میدونم. ما دیدگی اونجا رو ما کودکی ندیدگی تاریخ همونجا رو میدونم. ما هم برادر رو گرفتم یک جای نوز میریم کشتی قطعی اونجا میری اونجا قریب 1 ساعت فقط با کشتی میری. ما همش شما نشون میتونم تماشا کنید حلاوت ببرید. روز همت بازم تکرار به تکرار میگم بخیر شادی باشه. یگام درد و غم نبینید. همه وقت سربلند باشید در جای باشید نباشید خداوند یارو مددگارتون ان شاء الله. که کفترخانه پلنگخانه ها گرگخوره با چی هست اینجا خیلی خدا رو شکر میکنیم که در جایی که ما تولد شدیم روبخونه نیست. همش نفتر کفترخانه داریم پلنگخوره داریم و گرگخوره داریم وسوش داریم. من البته که پیشکش شما میکنم هم کفترخانهش به نهایت جای زوره یا جای تماشا میکنیم و حالا رفتیم. دوستان عزیز اینجا بنزین میگیریم برای لودکچه ما مقصد ما لودکه خطی میریم بنزین میگیریم انشالله میریم. اینا میرم برای لودکچه ما بنزین گرفته ایستیم با کلاشکو دار. انشالله که شما دوگو باشید ما دو سفری نقص یا جای تماشا میکنیم. یعنی اکم خدمت خلق سنتو داده یا اون رای کودکی ما میدونیم که هم خدمت خلق سنتو داده. زنده باشه اکا جونی ما. ساعت 1 شب میای اکای سفر میگی میبروی به 4 ساعت 3 شب میای اکای سفر بنزین میگی میبروی. هزار رحمت برای خدمتو در اکا جون. ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باشین تلاوت قرآن. انا دوستان عزیز بابای غلام را بلدیم ما جایی که مقصد تاریخی جایی که ما نمیدونیم ان شاء الله که با ما و شما میفهمونن. انا راننده لودکه ما کشتی ما استاد عزیز معلم نبی اینا ما ان شاء الله که 4-5 نفر سفر میکنیم. همراه ما باشه تماشا کنیم تنها برای شما میریم یک جایی. چقدر که ما یک گپم بلند رفت همونجا نمیدونم گفتم این دایره والگاش همین دیدیم هیچ گپ نبوده دایره ما اود زورای راست گپ انا که شما خودتون خلاصه تنم برورین که دایره والگا زورای یا که دایره ما وطنی خدمت دایره وحش خدمت خودتون ببینین برادرو. بالا 30 کیلومتر زیادتر میریم نورکای پایان 30 کیلومتر میریم شهر قرغان تپه میشوه او طرف یاوان میشود 30 کیلومتر این طرف بریم اگر دنقره میشوه. سنتر تاجیکستان دهه سنتودا یه جای تماشا میکنیم رفتیم. دوستان عزیز کوه امامی شیربیبی همه کسا سفری ما
طبیعتی که ما داریم این طبیعت دیگری ما داشتیم شما که وطن آباد آباد چی نیستن روز برو درده وطن آباد چی نیستن آباد برادر عزیزم پلنگخانه اینه نشون بده پلنگخانه مقصد همون غورا و همون کمرهایی که ببینید جنگ اودم رفتن میتونم جنگ بزای کوی پلنگخانه Pari Miona da Merasemo, Pari Miona.